چرا تتر $1؟ سوال خوبیه. یه روانشناسی به اسم دانیل کانمن توی تحقیقاتش نشون داد وقتی آدم‌ها سردرگمن دنبال یه عدد آشنا و امن می‌گردن. اون عدد اینجا شده 1. اوکی، ولی چرا $1؟ چرا نگفت €1 یا 1 گرم طلا؟ چون دلار مرجع ذهنی جهانه. طلا رو با دلار میسنجن، نفت رو با دلار میخرن، رمز ارز رو با دلار مقایسه میکنن. پس تتر با عدد $1 ناخودآگاه حس اعتماد ایجاد کرد. مردم وقتی گزینه ساده و قابل پیش بینی ببینن همون رو انتخاب میکنن، حتی اگه پشتش پیچیدگی باشه. پس تتر خودشو نذاش کنار دلار، خودشو همون دلار معرفی کرد، هوشمندانه. خب بانک ها چی؟ دارن ارز دیجیتال دولتی میسازن، یوان دیجیتال، روپیه دیجیتال، دارن میجنگن. فرقش چیه؟ اونا تحت کنترلن. تتر $1 آزاده و ذهن مردم عاشق آزادی و ثباته.